چرا اساساً نسبت مهاجران نسبت شهروندانی که در فدراسیای روسیه از جمله از آسیای مرکزی در آنجا سکونت دارند در طی چند سال اخیر بسیارتر مشکلات ها به آنها دیده می شود. یعنی که چطوری که مشاهده میکنیم در چند روزی اخیر اصلا در فدراسیای روسیه همه مهاجران نه بلکه دیگر مهاجران بلکه اصلا مهاجران آسیای مرکزی که بیشتری آنها تاجیکان هستند با مشکلات های زیادی از جمله با پتنت دیگر حجت ها مهاجر میشوند. و سوال من چنین بود که برای چی نسبت مهاجران چنین رفتار را روا میبینند؟ با پوتین ما چی گفتن هستیم همین ویواش کمتر کند که این مهاجرای ما کار کنن یک زندگیشون پیش برن. همین بسیار هر روز نگاه میکنی که دپورتاسیا کرده سازی همین مردم ما همین یک موفق وای به بیان گفتگوی خوب شود یک مراسا و بیان که مردم اینقدر این مردم مهاجر عذاب نکشن اما رفتن نکنن. از همین ملاقاتی که اینجا می شود با پرزیدنت تاجیکستان چی انتظارات دارید؟ یگون انتظارات ندارم برای اینکه این ملاقات ها یگون و اجرا نمیکنن. چندین سال ها هست که این ملاقات ها میشوند یگون بهبودی نیست از این بیان. می بیان میشینن میخورن میخیزن میرن رحمت میگن تمام. یگون بهبودی نیست امیدم نیست به فکر من. سوال اولین همین روسکая община همین تشکیلاتی باید تشکیلات می یا اینکه стихийно پیدا شدگی همین روسکая община صاحب دارد یا نه؟ این یک. دوم چرا نسبت مهاجران تاجیک قرغیز ازبک در مجموع همین قدر یک مناسبت سردانه و ناحقانه به فکر من. سیوم برای جاری کردن امتحان برای کودکان مهاجر هنگامی به مکتب رفتنشان. من میخواستم پرسم که جنگ میان روسیه و اوکراین کی تمام می شود؟ زیرا از این جنگ الکی 4 سال میگذرد. ترامپ گفته بود جنگ باید خاتمه یابد. وعده داده بود که میتواند در یک روز جنگ را قطع کند ولی نشد. من میخواستم پرسم که پوتین برای خاتمه این جنگ یگان کاری را انجام میدهد؟ این بسیار مهم است چون روسیه و تاجیکستان همیشه شریکان خوب بودند و میتوانند و باید به همدیگر کمک کنند. به عقیده من اگر این جنگ خاتمه یابد در بهترین حالت به تاجیکستان میتواند از جهت اقتصادی و سیاسی کمک کند. ما با روسیه مناسبت خوب داریم زیرا شهروندان ما میتوانند که به آن کشور برای کار روند. آنها هم به تاجیکستان به حیث سیاح و برای زندگی می آیند. برای چی تاجیک‌ها شما را نمی‌تیزر است یا نمی‌خواد گفتن است. برای کی بچه‌ها رفته از اون کشیده اومدن گشته راه سر کده اومدن مردم. من خودم نرفتم نمیخوام رفتم ده هر زن رفت گشتم.